یک نفر آمد پیش امام مالک رحمت الله علیه. امام ما یک سوال دارم. گفت چی سوال داری؟ گفت در قرآن گفته که ثم استوى علی العرش. اینه برام بیان بکن. امام مالک رحمت الله علیه برش گفت که بچه جان الاستواء معلوم. چه خوب قاعده میده علما هست. برش میگه که الاستواء معلوم. استوا معلوم است که در قرآن عظیم شان آمده و معنایش هم کل ما میفهمیم. الاستواء معلوم والکیف مجهول. چون کیفیتش چگونگیش که چه قسم الرحمن علی العرش استوا، چه قسم استوا نمود، این مجهول است. کیفیتش چرا غیب است، مربوط به غیب میشه. والایمان به واجب. ایمان آوردن به چی است؟ واجب است. چرا واجب است؟ به خاطر ازی واجب است که در قرآن آمده. تو به قرآن ایمان داری، پس آنچه که در قرآن آمده بالایت واجب است که چی کنی؟ ایمان داشته باشی. خب و السؤال عنه بدعه. و سوال کردن از چی است؟ بدعه است. خب آل اول امام صاحب مالک گفت که نقطه اول چی رو برش فهماند که الاستواء معلوم. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که اونا زبان عربی را میفهمیدن، معنای استوا را میفهمیدن که استوا به معنای بلند، علو، استقرار و صعود است. الرحمن علی العرش و استوى علی العرش و استقر علی العرش و صعد علی، به هر معنیش معلوم است. خب نقطه دوم برش گفت والکیف مجهول. چرا کیف گفت مجهول است؟ به خاطر که کیفیت زیر ما نمیفهمیم. چرا که مربوط به چی میشه؟ مربوط به غیب میشه. مربوط به چی میشه؟ مربوط به غیب میشه. وقتی که مربوط به غیب شد برای ما چی است؟ مجهول است یا معلوم است؟ مجهول است. فهمیدین یعنی؟ پس گفت کیفیتش مجهول است. چرا غیب است. خب سوم نقطه چی باشه؟ گفت که الایمان به واجب. چرا گفت؟ به خاطر ازی که اینمی در قرآن و سنت ثابت شده و صحابه کرام ایره پذیرفتن و این جزء عقیده شان بوده. پس خلاص آنچه که در عقیده آمده، ایمان در قرآن آمده، ایمان آوردن به او چی هسته؟ واجب است. چهارم چی گفت؟ و السؤال عنه بدعه. چرا گفت بدعه است؟ چرا که برای کسایی که در مجلسش فهماندن که اینمی قسم سوالات در عصر صحابه کس نمیکرد. اما انسان‌های بدعتکاری که صفات الله را با مخلوق مشابه کردن و قیاس کردن، بر از او این سوالا پیدا شد. از این خاطر برشان فهمان که چی است؟ اینه